زخمه‌کاری، مسیر رو به افول یا آرامش پشت یک طوفان مهیب. سلام بیکی سینمایی های عزیز و دوست داشتنی. بریم سراغ تحلیل قسمت 4 فصل 2 زخمه‌کاری و آنچه تا اینجای کار گذشت. با ما همراه باشید. اول از همه این قسمت پیشبینی درست ما رو نشون داد که گفته بودیم دختر شفاعت به نظر برای جاسوسی برای میثم راضی میشه. البته پر واضح هم میشد حدس زد که فقط سیما با فریبکاری های ذهنی و از راه عاطفه پدری دختری میتونست که دختر شفاعت رو راضی کنه تا بتونه کنترل بهتری نسبت به شفاعت داشته باشه و اونو رام کنه تا به طلویی ضربه بزنه. از این طریق البته اینو بگیم که این شخصیت نقش پیچیده‌ای داره که سریال برامون روشن نکرده که چطور قرار سیما به طلویی ضربه بزنه و در نهایت به چی میخواد برسه. البته به نظر میاد تنها راهی که وجود داره تا سیما به طلویی ضربه بزنه ایجاد حادثه‌ای برای شفاعت و یا ارتباط گرفتن با میثم میتونه باشه. اما بازم باید بگیم که درباره شخصیت سیما هنوز نکاتی هست که محمد حسین مهدویان برای ما روشن نکرده تا بتونیم با قاطعیت بگیم که سیما یعنی همسر رضا شفاعت چه هدفی رو در نهایت دنبال میکنه و اینکه آیا شفاعت که بدجوری غلام حلقه به گوش طلویی هست رو هم دور میزنه، یعنی شوهر خودش رو دور میزنه، و یا حرکتی مثل سمیرا که مالک رو تحت کنترلش داشت انجام میده و شفاعت رو تحت کنترل قرار میگیره. البته شفاعت هم تا به اینجای کار دم به تله نداده و انعطافی از خودش نشون نداده، اما در ادامه باید ببینیم که آیا شفاعت خام میشه و گول سیما و بقیه رو میخوره یا نه. و اما در ادامه این قسمت دریچه دیگری از کشمکش بین مثلث میثم، سمیرا و طلویی رو میبینیم که در اینجا دیگه سمیرا دست بالا رو نداره و نمیتونه از موضع قدرت حتی با پسرش یعنی میثم صحبت کنه و از طرف دیگری گرفتار طلویی هم شده و حالا طلویی نشون داد که انگار برخلاف گفته ها و گمان های برخی افراد خیلی هم ضعف ظن نداره و اتفاقا اونه که داره سمیرا و میثم رو روی انگشتش میچرخونه. اون از مستصل شدن سمیرا که حالا میثم حتی نگاهش هم نمیکنه و اونم از طلویی که گوشه میثم رو هک کرده و داره پولها رو ازشون میگیره و این میتونه به ما پیام غلبه افکار طلویی بر نقشه سمیرا که حفظ جایگاه پسرش میثم و نابودی امپراتوری طلویی رو داشته باشه. البته نباید زود قضاوت کرد و نباید نقش سیما که کانال جدیدی رو باز کرده و از اون طرف سید عزیز دستمالچی که داره جزئیات رو کامل رصد میکنه دست کم گرفت و باز هم مالک وارد ماجرا نشد و نتونست از خونه فرار کنه. اما کماکان به نظرم باید فرضیه دیوانه شدن و از کار افتادن مالک رو به طور کلی باطل کرد، چون دیدیم که چه واکنشی نسبت به خبر خواستگاری طلویی از سمیرا و علل خصوص جواب مثبت سمیرا داشت که البته به نظرم این سکانس ها کمی بیش از حد شده و مخاطب دیگه به این جایگاه مالک و همین میزان ایفای نقش در خونه دستمالچی در قسمت‌های پیش رو راضی نمیشه. البته که اینو هم باید در نظر گرفت که زنده بودن مالک اگه فقط به منظور پررنگتر شدن دستمالچی تو سریال نباشه و به شرط اینکه ما نقش پررنگتری از آقا جواد عزتی ببینیم میتونه بسیار جذاب باشه، چون اونطوری که به نظر میاد طلویی روی همه چی کنترل داره و همه چی تا آخر مطابق نظر طلویی پیش میره. البته مالک شاید بتونه اینو باطل کنه، البته که باید ببینیم سیما چه هدفی رو دنبال میکنه و از همه مهمتر اسم جدیدیه که توی سریال مطرح شد که ما این رو در قسمت قبل پیش بینی کرده بودیم که نقش جدیدی با بازیگر جدیدی قراره به سریال وارد بشه، دقیقاً مطابق همون کاری که سریال پوست شیر انجام داد. اینجا هم هنوز پنهانش کرده اما اثرات حضورش رو میبینیم. شاید هم بخواد بذاره کلن برای فصل 3 که اگه بخواد بسازه یه بازیگر جدید بیاره، همون کاری که تو فصل 1 کرد، کد طلویی رو داد
تو فصل 2 کامبیز رو اضافه کرد. حالا ما میبینیم که این آقایی که بالا دست طلویی میدوننش و اینها، چطور وقتی اسمش میاد که قرار میثم باش به عنوان دشمن مشترک طلویی قرار بذاره، چطور همه اعضای شرکت و سمیرا و اینا این مقدار دست و پای خودشون رو گم میکنن و به میثم اخطار میدن و زمانی که میبینن فایده ای نداره سمیرا رو خبردار میکنن که سمیرا خودش رو از شمال تا تهران میخوره که طلویی چیزی نفهمه. بعدش میره سر میثم داد میزنه و اونجوری ترس و نگرانیش رو نشون میده. اما این شخص چه کسی میتونه باشه؟ آیا سریال توی همین فصل اینو به ما نشون میده؟ و سوال مهمتر، آیا میثم و این شخص تیمی رو تشکیل میدن که طلویی رو ضربه بزنن؟ طمع کردن سمیرا باعث شد اعتماد میثم بهش از بین بره و حالا باید ببینیم که آیا میثم در اون سکانسی که بهش میگه حاضرم با طلویی کنار بیام، آیا میثم داره سمیرا رو از دایره ذهنی خودش حذف میکنه و از کانال سیما و دستمالچی و با متحد شدن با اون شخص ناشناس و مهم سریال نقش خودش رو فردیتر و کلیدیتر ایفا میکنه؟ به نظر میاد که دختر طلویی حالا به سریال اضافه شده تا سمیرا به نوعی سرگرم بشه و حتی محدودتر و سردرگمتر، چون از هر طرف در محاصره قرار گرفته و داره پس زده میشه و حالا حتی خشم مالک و میثم رو هم برانگیخته تا نقشه هایی که کشیده بود در این قسمت نقشه براب بشه. البته باید به سریال زمان داد، چون نکات تاریک و مبهم تو سریال کم نیست و به نظرم از نکات مثبت اثر اینه که دست به کار جالبی زده و هر قسمت مدتش بالای 1 ساعت، 1 ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و 10 دقیقه. در کمتر سریالی در نمایشخانگی ما این رو دیدیم. البته خالی از نقد نیست، اما به نظر خیلی هم از هدفش دور نمیشه و در بیشتر مدت سریال رو مباحث کلیدیش متمرکز شده. و اما در آخرین سکانس که از طرف گوشی مالک به میثم پیام اومد که طلویی پدرت رو کشت و منصوره فقط وسیله بود، که این پیام رو تو خودش داشت که الان منصوره هدف اصلی نیست و باید بالاتر از همه طلویی رو از راه برداریم، که البته واکنش میثم و اون دلهره و حس دلتنگی میثم و از اون طرف هم که بیقراری مالک در قسمت قبل رو دیدیم که چطور برای پسرش غصه میخورد. برای ما یه پیام داشت، یکی علاقه این دو نفر به همه و مهمتر این که هر دو به نوعی بازیچه طمع و زیادخواهی های سمیرا شدن که به جایگاهش قانع نبود و حالا انگار میثم پدرش رو بیشتر از همیشه درک کرده، چون حالا توی جایگاه خود مالک قرار گرفته و به قول میثم کی این کیست پر میشه. حالا تو اینجا سمیرا هم لجش در اومد و یک دعوایی بین این دو نفر برقرار شد و ما این قسمت رو دیدیم. به خاطر داشته باشید که بیشترین انرژی که ما از شما میگیریم نگاه و توجه شماست. لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید و با ما همراه باشید.